سلام دوستان، با سومین آموزش شمعمون در خدمتتون هستم. امروز میخوام شمع لیمویی درست کنم. فرق نمیکنه که چه ظرفی داشته باشه، میتونه سنگی باشه، میتونه فلزی باشه، میتونه شیشه‌ای باشه. قبل از هر چیز قالبمون رو گرم میکنیم. من از قبل این کارو کردم. بعد فیتیل رو به اندازه قالبمون پایش وصل میکنیم. بعد پایه فیتیله رو با چسب دو طرفه یا چسب حرارتی داخل قالبمون فیکس میکنیم. من که چون قالب من بزرگه میخوام فیتیلم رو یه طرفه قالبم بذارم. بعد فیتیله که فیکس کردم داخل قالب با نگه دارنده فیتیله میذاریم داخلش محکم کنیم. بعد پارافینی که از قبل ذوب شده اینو میذاریم داخل قالب. چند تا ضربه میزنیم تا حباب‌های داخل پارافین بیاد بالا خارج بشه. ضربه زدن خیلی مهمه تو شمع‌سازی. میذاریم استراحت کنه تا بقیه کارامون تزییناتمون رو انجام بدیم. بعد از اینکه پارافین خودش رو گرفت تزییناتمون رو داخلش میذاریم. برای اینکه بخوایم سطح شمعمون صاف بشه دوباره پارافین ذوب شده میریزیم روی کار که سطح شمعمون صاف بشه. این هم از آموزش امروزمون.